Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. سفید و فلسطین با لباس‌های سرخ بازی میکنن و با حیاتی دستا توجه میکنیم. پنجگانه اولی دسته میانمار رقم 2 دروازه‌بان کیان هتت سرمربی این دسته باندلت چاروینگوونگ از کشور تایلند است. خب حیاتی دسته فلسطین رقم 1 علی الاسماین بگذارد و ما سالهای قبل میدیدیم که تنها دسته های مثلا عضو اسوسیاسیون فوتبال اروپای مرکزی با هم رقابت میکردند. برای مثال برای تیم فوتزالی تاجیکستان که تجربه خیلی بلند دارد، حالا یک ضربه بسیار هم خوب انجام دهند. حالا کاپیتان دسته فلسطین از پهلوی میدان عدنان سالون و ضربه او بسیار فرصت برای آنها پرتو به کنار میدان و وضعیت خوبی گلزنی بود برای میانمار. این اولین امکان ادامه حمله دسته میانمار و چگونه فرصت بود فلسطین و یک موقعیت خوب هم است. پس به کنار میدان امکانیت ضربه زنی و یک بازیگزاری بسیار هم خوب ضربه باید انجام شود و گل حساب شده می شود در بازی امروز. موسی حراره حالا توانست در بازی بیا توجه میکنیم اینجا اندر یک دیگر بازی کردن دو بازیگر این دسته باعث به یک شدن حسابی بازی شد. واقعا هم از میانمار که خیلی جدی بود ما گمان کردیم. باز هم ادامه حمله دسته فلسطین و باز یک فرصت خوب اما این ضربه زده می شود. میانمار فرصت بسیار خوب برای گلزنی و سیو عالی بازی در حال بازیگران دسته میانمار حمله های خود را انجام میدهند و یک گل زیبا عجایب بسیار حمله خوب و از وقت روان میکنه. در 6 ثانیه اولی دیدور بالا موفق میشود. سر اول دروازه‌بان ضربه را برگردانید ولی بعداً با نوگی پول این بازیگر ضربه زد و همینطور موفق شد. خطا از جانب بازیگران فلسطین، ضربه جانبی دروازه و توپ به پهلوی دروازه بر میخورد. فلسطین و خطا میکند بازیگر میانمار. پرتاب ضربه و چگونه امکانیتی خوب بود و میدان نیون مین سو میآید همچون نفر پنجم و حالا فشار از جانب بازیگران دسته فلسطین و بهترین فرصت بود. میانمار نشاط دستوری سرمربی تیم است و اکنون عکس حمله بازیگران تیم میانمار و گل حساب 2-1 در میدان حریف. هرچند آنها یک نفر زیادتر با این خاطر بسیار خطای کلان از سوی بازیگران دسته فلسطین در پایان رقابت به میان آمد و ما لحظه آخری رقابت رو منتظر میشویم و همینطور میانمار در پایان رقابت با حساب 2-1 بر فلسطین غلبه میکند.